سلام، آقاسی هستم، کارشناس گیاهان زینتی. وقتی پیجای گل گیاه، پیجای تخصصی، پیجای فروشگاه سهم و کود دنبال میکنیم، فروشنده یا او بلاگر میاد جلوی دوربین و میگه اگر میخوای برگت پهن بشه جلبک بده، اگر میخوای ریشه خوب بشه فسفر بده، اگر میخوای میوه زیاد بشه پتاس بده و شروع میکنن بعد توصیه کردن اون محصولات. خب من میخوام در مورد این موضوع با شما صحبت کنم. ببینید حالا ربطش بدیم انسان. مثلا فرض یه کسی دچار افسردگیه، خیلی نشاط شادی و نشاط نداره، میاد تو اینترنت سرچ میکنه که آقا من چی بخورم که شادیم زیاد بشه. مثلا یه گزینه تخم مرغ. این تخم مرغ یکی از خواص تخم مرغ در کنار خواص زیادش چیه؟ اینکه میتونه باعث شادی انسان بشه، افسردگی انسان کمتر بشه. خب وقتی ما خصوصیات تخم مرغ رو داریم سرچ میکنیم، اون صفحه اون کتاب کلی خواص میاره. آقا پروتئین، بدنسازا میرن میخورن که عضلاتشون قوی بشه. نمیدونم اون شخص میره محصول رو تو برنامه غذایش قرار میده که روحیش بهتر بشه. آیا اگر ما همین شروع کنیم تخم مرغ استفاده کردن خوردن، مسلما دچار یه مشکلات میشه، از جمله بالا رفتن کلسترول خون، بعدا مشکلات قلبی ایجاد میشه. پس ببینین ما نباید نگاه تک‌بعدی رو به خصوصیات یا خواص یه محصول داشته باشیم. حالا همین موضوع رو ما تو گیاه داریم. ببینید گیاها به 16 تا عنصر غذایی نیاز دارن که اینجا ما رو تخته اینا رو ذکر کردیم که 3 تاش اکسیژن و کربن هیدروژن که از محیط میگیرن و 13 تا عنصر دیگه که اینا رو چیکار میکنن ما وارد بهش میدیم، یا اینکه تو از محیط از خاک و اینا میگیره. خب ما بیایم یه نگاه اینجوری داشته باشیم که آقا مثلا میریم خواص فسفر رو میخونیم، مطالعه میکنیم، میبینیم فسفر نوشته که آقا باعث توسعه ریشه میشه، ریشه زیاد میشه. بعد هر جا ببینیم که آقا گیاهمون کمبود ریشه داره، مشکل ریشه داره، شروع کنیم چی؟ به فسفر دادن. بازیکنان یه تیمن، یعنی وقتی نفری که میخوان یه بازی رو در مقابل یه تیم دیگه انجام بدن، هر کدوم یه نقشی دارن، یکی دروازه‌بان، یکی کاپیتانه و هر کدوم یه جایگاه خاصی تو این زمین دارن و هر کدومشون در این حال نقش‌های متفاوتی رو بازی میکنه. یعنی شاید یه دروازه‌بان یه جایی بخواد بیاد پاس بده یا حتی گل بزنه، یا کاپیتان بیاد نقش دروازه‌بان رو توی یه موقعیتایی بازی کنه. عناصر هم همینن، درسته؟ ما این عناصر رو یه نقشی رو که ما بهش نیاز داریم اونو میبینیم و این نگاهی که ما داریم یعنی فقط تمام انرژیمون بزنیم رو قوی کردن دروازه‌بانمون، نگاهمون به کاپیتان باشه و این اشتباهه. پس عناصر با هم میتونن تو گیاه کار کنن و این فسفر تنها کارش توی ریشه نیست، خیلی جای گیاه نقش داره. متاسفانه الان چیزی که توی فضای مجازی چند وقتی از خیلی رایج شده این نگاه تک‌بعدی به عناصره که یه خصوصیت خاصی رو هی میان برد میکنه. تو بحث گلگیا تنها نیست، تو کشاورزی هم همینجوره متاسفانه. و اون کارشناس میاد میگه الان اینو بده، محصولت برداشتی الان اینو بده و استفاده کن تا بتونی نتیجه خیلی خوب بگیری. خب ما انسان ها خیلی دوست داریم کیمیاگری رو، جادو رو، نمیدونم اینکه یه چیزی بدیم که سری به نتیجه برسیم، ولی همه اینا یک فرایند داره، یک مسیر داره. در واقع گیاها خودشون انتخاب میکنن کی به چه عنصری نیاز دارن، تو چه فرآیندی ازش استفاده کنن، چه مقداری این فعل و انفعال تو گیاه رو اتفاق بیفته، هورمون ساخته بشه، قند ساخته بشه، پروتئین ساخته بشه و هر جا که بهش نیاز هست گیاه استفاده کنه. گیاه نیازی به ما نداره که ما بهش بگیم آقا تو انا باید اینو بخوری، انا باید اینو استفاده کنی. گیاه خودش تصمیم میگیره. پس ما نمیتونیم توی وظیفه خود گیاه دخالت کنیم. خب تو پرانتز من یه موضوع رو خدمتتون بگم. ببینید منی که کارشناس هستم و میخوام کار فروش، کار آموزش رو شروع کنم، 2 تا بعد دارم. یه بعدم تجاریه، یعنی من دوست دارم یه آموزش بدم، شروع کنم محصول فروختن. خب بالاخره یه چیز طبیعی است، اقتضای طبیعی است، سودش، گردشکارش، پولش برای من خیلی اهمیت داره و این یه چیز طبیعیه. یه بعد من بعد علمیمه، بعد تخصصیمه، اون تعهدی در قبال تجربه درسی خوندم و در قبالش باید این علم و دانشمو در اختیار مشتریم، کارفرما و مخاطبم قرار بدم. خب متاسفانه تو فضای مجازی وقتی دقت میکنیم یا حتی یه فضای فروشگاه
میبینیم اون بعد تجاری من کارشناس غلبه کرده بر بعد تخصصی من. یعنی من فقط میخوام محصول بفروشم، فقط میخوام اون نسخه رو زودتر بپیچم و کارت رو بکشم. خب این متاسفانه خیلی دیدگاه اشتباهی. حالا اگر ما میخوایم یه فروشگاهی بریم خرید کنیم، اگر میخوایم یه پیجی رو دنبال کنیم، به این بعد شخصیت آدم‌ها خیلی دقت کنیم، ببینیم این آدم الان بالانس هست یا نه، یا فقط هدف فروختن، هدف نسخه نوشتنه. خب برگردیم سر اصل موضوع. گفتن که گیاه 16 تا عنصر غذایی نیاز دارن. حالا ما ببینیم یه آزمایش انجام بدیم، بیایم این گیاه رو که این همه کود بهش بده رسیدگی بکنیم، ببینیم تو آزمایشگاه اگر آنالیزش کنیم ببینیم چند درصد از این وزن گیاه ما روی عناصر تشکیل میدن. خب ببینید اکسیژن 44 درصده، کربن 42 درصده، هیدروژن 7 درصده و جمع اینا میشه 93 درصد. خب خیلی جالب شد. یعنی اون سه تا عنصری که انا در موردش خیلی صحبتی نیست و گیاه خودش از محیط داره میگیره، از تهویه میگیره، از آب میگیره، از خل فروش خاک میگیره، 93 درصد اون وزن گیاه است و بقیه عناصری که اون 13 عنصری که این خط در موردش محصول تبلیغات کتاب مقاله هست تنها چند درصد؟ 7 درصد. خب ببینید شما نقش اینا رو در نظر بگیرین که چه تفاوتی داره. خب بیام یه جور دیگه بررسیش کنیم. شما تو فضا مجازی دقت کردین چند وقت مثلا میان میگن آقا این فسفر رو بده ریشه، جلبه که بده برگ پهن میشه، نمیدونم فلان محصول بده گل بهتر میشه. خب اون بحث تجاری بودن رو که ارتباطش رو دادیم. الان جدیداً چه اتفاقی داره میفته؟ الان دارن میان میگن آقا لیچینگ کنین، دستگاه پی اچ متر داره میاد کم کم تو خونه ها، تو گل فروشی ها ایسی متر داره میاد، لوکس متر داره میاد. ببینید یعنی بعد از این مدت ما داریم به این سمت میریم که میفهمیم که نقش اکسیژن، کربن، هیدروژن یعنی در واقع عوامل محیطی خیلی بیشتره. نسبت به چی؟ نسبت به اون چیزی که ما بیشتر داریم در موردش عناصر غذایی صحبت میکنیم. وظیفه گیاه اینه که بتونه جذب کنه عناصر رو و اینکه کی جذب کنه، چقدر جذب کنه، کجا تو گیاه استفاده کنه وظیفه گیاه، ارتباطی با ما نداره. خب وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما حفظ و تعادل اون محیطه، مخصوصا محیط ریشه. یعنی ما بتونیم شرایط رو جوری آماده کنیم که گیاه راحت بتونه اون عناصر غذایی رو جذب کنه. این چند وقت دیدیم توی فضای مجازی، یعنی از الان یه چند ماهی که دقت کنیم می‌بینیم پی اچ متر، ایسی متر، لوکس متر و خیلی تجهیزات اینا داره باب میشه، در موردش صحبت میشه. نسبت به قبل که فقط تمرکز انرژی روی این 7 درصد بود، روی 13 عنصر بود. یعنی چی؟ یعنی الان متوجه شدم وقتی که میان یه بستر خیلی خوب متخلخل میسازن، یه سری ترکیبات دارن دور هم میذارن، ریشه بهتر داره کار میکنه بدون اینکه اصلا فسفر باشه، یه ترکیب خاک خیلی خوب باشه. وقتی میان لیچینگ میکنن، خاک گلدون رو آبشویی میکنن یا اوفلاور باکس، باغچه، هرچی، این عناصر رو به تعادل میرسونن، گیاه حالش داره بهتر میشه. بحث اکسیژن هست و حالا عوامل دیگه. خب ببینید یعنی تو این فرایند کوچولو ما داریم متوجه میشیم که ما اگر بتونیم به سمت حفظ و تعادل محیط بریم حال گیاهمون خیلی بهتره. نیاز نیست اینقدر زوم کنیم روی 7 درصد روی عناصر. ببینید گیاه خودش میدونه کی چقدر چه مواد غذایی چقدر جذب کنه و داخل خودش کجا استفاده کنه، تو ریشهش، تو گلش، تو ساقش، تو رشد رویشی یا زایشش. وظیفه ما این نیست که به گیاه بگیم آقا تو الان میوه کن، تو الان گل کن، تو الان ریشه تو درست کن. گیاه خودش تشخیص خوب میده. پس وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما در برابر وظیفه گیاه اینه که ما اون پارامترهای محیطی رو مهیا و آماده کنیم. این خیلی مهم هست. ببینید بازی از زاویه دیگه بیام به این موضوع بپردازم. شما بیاین مثلا گل فروشیایی تو امریکا هست، تو ژاپن هست، کشورهایی که حداقل چندین سال از ما جلوتر بررسی کنیم. وقتی وارد این فروشگاه گل گیاه که تخصصی رو گیاه زینتی کار میکنن نگاه کنیم، ببینید این همه تنوع
سم، این همه تنوع کود خبری ازش نیست. یعنی شما اگر بیاین گل فروشی های ایران رو الان بیان بررسی کنین روندشو، تبدیل دارن میشن به داروخونه سم و کود. فقط یک کیمیاگری، یک نسخه های عریض و طویل که آقا اینو بده اینو بده اینو بده. خب چجوریه که یک کشوری مثل ژاپن، مثل امریکا تو گل فروشی ببینیم خیلی کودا محدودتر و سموم همینجور باز محدودتر، و کودایی که ارائه میشه کودای کمپلکس، کودای کامل هستن، یعنی از عناصر غذایی کاملتری رو دارن. به جای اینکه فسفر تنها، پتاس تنها، نمیدونم نیتروژن بالا، سبیس بده، اینو بده اونو بده، در صورتی که یک پکیجی، یه محصول کاملی میدن. میخوام یه مثال براتون بزنم. ببینید یه کودی هست به نام کوکولی که چند وقت تو فضای مجازی در مورد شاید تبلیغات بیشتر دیدیم. خب این ما یه شرکتی هست توی چین، تقریبا 12 ساله که وارد بازار شده، یه محصول داره و این 12 سال هم فقط داره رو همین کار میکنه. نیست که حالا بیاد عناصر رو توی بالا پایین کنه و تقسیم بندی کنه و بگه اینو الان تو نونهالی بدین، اینو تو موقع گل بدین، اینو فلان بدین. نه، اومده روی این محصول کار کرده و هر سال هم داره این فرمول رو بالا پایین میکنه، یه چیزای جدیدی بهش اضافه میکنه، کم میکنه، اضافه کنه و هر سال بهتر از سالهای قبل میشه. ببینید تو این کودایی که الان کمپلکسن، تو این کود وقتی آنالیزش نگاه کنیم میبینیم هم عناصر ماکرو داره هم عناصر میکرو، اما اون درصدش در مقابل چیزای دیگه توی ترکیب هست به نسبت کمتره. اومده روی سری عوامل دیگه کار کرده، در کنار این مواد شیمیایی یا معدنی اومده روی یه سری پارامترهایی کار کرده که سلامت ریشه رو درست کنه، اون فضایی که اطراف ریشه هست درست کنه. یه سری باکتری بهش اضافه کرده که کاری باکتری اینه که اون عناصر غذایی رو به ریشه برسونن. دشمنای طبیعی که قرار قارچی باکتری بیاد ریشه ما رو صدم بزنه جلو اینا وایسن. اومده از پروتئین ماهی استفاده کرده، از جلبک دریایی استفاده کرده، از کیتین استفاده کرده و یه سری ماده‌های عالی دیگه که اینها میتونن سلامت ریشه ما رو تضمین کنن. اینها میتونن عناصر غذایی رو راحت در اختیار گیاه ما بذارن و نگرش دارن تا گیاه هر موقع نیازش هست استفاده کنه. خب ببینین برندهای کود بزرگ دنیا که الان همین کود داره مثلا به 46 تا کشور دنیا صادر میکنه و روز به روز داره کشورهای بیشتری رو سهم بازار خودش حفظ میکنه، راز و رمز موفقیتش همینه که اومده بیشتر از این که بیاد تبلیغ کنه که آقا تنوع محصولش رو بالا بره، تمرکزش گذاشته رو یک محصول. این کوده فقط یه شکل ظاهری داره، اونم به صورت گرانوله، منتها به شکل‌های مختلف میشه استفاده کرد. یعنی کود گرانولی که هم میشه به صورت گرانول پاشی توی پای گلدون یا مزرعه، میشه حلش کرد از طریق آبیاری داد، میشه حلش کرد محلول پاشی کرد و شکل‌های مختلف استفاده کرد. خب ببینید این نمونه این کودها دارن به سمتی میرن از عوامل محیطی استفاده میکنن، عوامل بیولوژیک، عوامل طبیعی علیه خود عوامل مخرب که علیه گیاه هستن. یعنی یه مبارزه بیولوژیک، از عوامل زنده علیه عوامل زنده استفاده کنن. میگیم آقا این قارچ باسیلوس رو میاریم که فلان قارچ عامل بیماریزا رو اجازه حمله کردن به گیاه شما نداشته باشه. یعنی در واقع چی؟ مصرف قارچ‌کش ها، باکتری کش ها و سما رو کم کنه. یعنی چی؟ یعنی یه محصول سالمی رو ما تولید کنیم. ببینید سلامت یه جامعه از سلامت مزرعه میاد. اگر ما الان درگیر این هم بیماری های سخت صعب العلاج شدیم به خاطر همین سم و کوده است که همینجور مثل نقل و نبات داریم میفروشیم، داریم استفاده میکنیم، داریم توصیه میکنیم. پس وظیفه ما یه وظیفه سنگینه. نگاه نکنیم که ما الان با یه گیاه زینتی داریم سر و کار داریم که میگیم آقا این ما برگش استفاده نمیکنیم، از گلش رو نمیدونم فلان که نمیخوام بخوریم که مسموم بشیم. آیا شما این خاکی که داری آلودش میکنی پر عناصر شیمیایی، پر از سم، این کجا میره؟ خاکی تعویض میکنه، میره تو گل فروشی، میره جایی داره توی باغی، مزرعه‌ای، زباله‌دانی، دوباره وارد سفره آب زیرزمینی و خیلی اتفاقات دیگه که حالا خودتون بهتر میدونید. پس ما هم به سهم خودمون خیلی نقش مهمی داریم. ببینید من این میخوام بگم، الان اگر میرین جایی یه کارشناسی میاد یه نسخه برام میپیچه، میگه آقا الان 12-36 بده، بعد 10-52 بده، بعد این قارچ‌کش مثلا کاربندازیم بده، بعد بیورادیکانت بده، بعد اینا رو بده، یه نسخه بهتون میده، یه 7-8 تا دارو و شما اینا رو دارین استفاده میکنید.
من که به شخصا باشه میگم که آقا این قارچکش رو برای چی توصیه کردین شما؟ میگم گیاهمه پوسیدگی ریشه داره، میگم من مشکل دارم. آیا پوسیدگی راه دیگه نداره که من کنترلش کنم، راه پیشگیری رو شروع کنم که حالا چینش حتما باید برم سراغ سم؟ خب اگر شما با همچین کارشناسی روبرو شدین که همینجور مرتب نسخه بدونید که اون بعد تجاریش بیشتر هست، این توی تعادل نداره، فقط میخواد پول در بیاره، فقط میخواد بفروشه. شاید از این حرفایی که من میزنم خیلی همکارا خودمون دوستامون ناراحت بشن، ولی ما اگر یه سر به بخش بیماری سرطانی یه بیمارستان بزنیم، بیم اتباعی دکتر بزنیم، این داروهای گرون قیمتی که سخت گیر میاد بریم دنبالش ببینیم چه دردسرایی داره، هیچ وقت دنبال این نسخه نمیریم. و ما هم، من متخصص به خودم باید تعهد بدم که همینجوری چشم بسته شروع نکنم گیر بدم روی 7%. بیام انرژیم بزنم روی ترکیب خاک خوب، بیام انرژیم بزنم روی کودی که کمپلکس و کاملتر باشه، تنها مواد شیمیایی نباشه، عوامل مواد عالی بیولوژیک اینا هم قاطیش باشه که بتونیم استفاده کنیم. این بتونیم در نهایت جامعه سالمی داشته باشه. امیدوارم که این مطلب براتون مفید واقع شده باشه.